الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردند که آیا نماز قضا، آیا نماز ترک شده را یا فراموش شده را نخوانده را انسان می تواند که قضا بخواند؟ برادر عزیزم بارک الله فیکم، البته هر انسانی که نمازخوان بود اما در مابین چیزی سبب شد نمازش را ترک کرد، یعنی فراموش کرد، یا که بیهوش بود یا که در حالت جراحی و در حالت بیهوشی بود، یا که از یک یا دو نماز خواب کرد، یا البته میگیم فراموش کرد، عموما انسان نمازخوان نمازش را قضا کرد، در این حالت باید حتما نمازش را قضا خواند. در این مسئله حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگویند اذا نسی احدكم الصلاة او نام عنها فليصليها حين ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. هر کسی که از نماز خواب کرد، خوابش برد و نماز را ترک کرد به سبب خواب، یا که نماز را فراموش کرد، پس در این حالت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگویند وقتی که از خوابش بیدار شد یا که به یادش نمازش رسید، اگر فراموش کرده باشد زود در کدام وقتی نباشد باید نمازش را خواند و هیچ کفاره دیگری وجود ندارد غیر از خواندن همون نماز. ما میگوییم در بعضی از عملها کفاره وجود دارد. یک انسان مریض بود، روزه ماه مبارک رمضان را نداشت به سبب مریضی که امید درست شوی ندارد، ما میگیم طعام بدهد، به جای روزه داشتن طعام بدهد، برای اینکه کسلیش درست نمی شود. اما به جای نماز دیگر چیزی وجود ندارد، نماز حتما باید خوانده شود، مریض است غیر مریض است، در حالتی که عقلش سالم است. اگر خوابش برده باشد، فراموش کرده باشد، نمازش را ترک کرده باشد، عمدن نباشد، در این حالت قضاش را می دارد، البته نمازش را قضاش را می خواند. بارک الله فیکم. و این واجب است. به کدام نیت می خواند؟ البته ما در نیت نماز گفتیم نیت کردن به زبان بدعت است. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه صحابگان کسی این عمل را از سلف این امت انجام ندادند. نیت را به قلب، البته به قلب همون نمازی که ترک کرده است همون نماز را نیت میکند، قضاء و اداء. طهارت میکند، وضو به خاطری ادای نمازی که ترک کرده است، فراموش کرده بود به یادش آمد، یا که از نماز خوابش بردم نماز را ترک کرده بود، میخواند قضا. بارک الله فیکم. اما کسی که 20 سال و 30 سال نماز نخواند و بعد از این توبه کرد و به نماز بازگشت، آیا 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال نمازی نخوانده اش را حساب میکند و نماز را میخواند یا نه؟ البته اگر به مذهب کسانی نگاه کنیم که تارک الصلات را کافر بگویند، که البته اجماع صحابه بر این است، اگر اعتقاد بکنیم که تارک الصلات کافر است، که این مذهبی صحیح است، البته تارک الصلات کافر است، هر کسی که توبه کرد و به نماز شروع کرد بعد از 20 سال یا 40 سال بلاغت رسیدنش، در این حالت توبه همه پیشگذشته اش را میشوید. التوبه یذوب ما قبلها، توبه پیش از خودش بوده گناه ها را نابود میکند و از همین روز توبه اش به نماز شروع میکند و قضا خواندن پیشگذشته شرط نیست. بارک الله فیکم. یعنی اگه انسان در تاجیکستان خود را
مسلمان زاده میگوید اما نماز نخواند و حالتی که سنش به 30-35 رسید. ما میگیم از بلاغت نماز خواندن فرض است. از 15 سالگی نماز نخواند تا 30 سالگی 15 سال. بعد از اینکه در سن 30-35 سالگی نماز را شروع کرد 20 سال یا 15 سال نماز قضا دارد. آیا میخواند یا نمیخواند؟ مذهب جمهور علما میگن توبه کند، صادقانه توبه بکند و نمازها را در وقتش بعد از این روز بخواند و سنت ها را بخواند. الله سبحانه و تعالی رحمان و رحیم است و ان شاء الله به سبب نمازهای نفلش و به سبب توبه اش گذشته گناهش را میبخشد. اما اگر روزهای کم باشد، در این حالت مثلا نماز خوان بود اما در روزهای کم خیلی که بیان کردیم از سبب بیهوشی یا از سبب خواب یا از سبب فراموشی نماز را ترک کرد، حتما باید خواند. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث را ذکر کردن که ما به شما بیان کردیم. و اینچنین در مسئله فراموشی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فراموش کردن. در جنگ احزاب یا که خندق پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لعن الله المشرکین منعونا او شغلتنا او شغلونا من صلاة العصر. الله لعنت کند مشرکین را که ما را از نماز عصر مشغول کردند، چنان مشغول کردند که نماز عصر را فراموش کردند و نماز عصر را در آخر وقتش خواندند. یا که حدیثی که در متفق علیه آمده، حدیثی که بلال رضی الله عنه پاسبان یا که مسئول بیدار کردن صحابگان بودند، اما خود بلال هم خوابش میبرد، همه خواب میبرند تا اینکه آفتاب بیرون میشود. در این حالت رسول الله میخیزند و مردم را میگن که از اینجا انطلاق کنید به جای دیگر. کمی میروند تورات میکنند و نماز میخوانند. این دلیل برای از خواب خیستن نماز را خواندن یا که در حالت فراموشی بود. بارک الله فیکم. پس قضا خوانده میشود، قضا باید خوانده شود. قضایی که مشخصی که گفتیم در حالتی کمی باشد، یعنی در حالتی که انسان ها به یک وقتی کم قضا کرده باشد.